بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف زده نمی‌توانند. من الجزء الاول، از قسم یکم. درس امروزی ما الدرس الثاني، یعنی درس دوم. موضوع این درس مانند موضوع درس یکم می باشد. خیلی که درس یکم موضوعش از اسم اشاره عبارت بود، موضوع این هم با اسم اشاره آغاز می یابد. ولی فرق در چیست؟ گفته است که ذالک به معنای آن می شود، یعنی هذا این باشد، ذالک آن می شود. ذالک ذا اسم اشاره للمفرد المذكر البعيد العالم وغير العالم. خب، ذا فقط در اینجا اسم اشاره ذا می باشد. ذا اسم اشاره، اسم اشاره است، اسمی است که به او اشاره میکنن. برای کی و برای چی؟ برای شخصی تنها و مردانه و همان چیزی که وی را اشاره میکنند یا همان کسی که وی را اشاره میکنند در جای دور باشد. العالم و غیر العالم، خواه وی چی باشد، جاندار باشد یا بی جان، یا که صاحب علم باشد یا که بی علم باشد. فهمیده؟ در اینجا لام باشد، این حرف خطاب، حرفی می باشد که دلالت به دوری می کند. حرفی می باشد که برای چی؟ دلالت به دوری می کند. وقتی که در اسم اشاره میگویند که مثال گیریم و جایز است که مثال پیش از همین حرف کاف، این کاف حرف خطابش میگویند. خب، حرف خطاب هم دلالت به دوری میکند اساسا. لام هم در بعض حالتها میشود پیش از حرف خطاب. نه، ذالک حرف خطاب این حرفی می باشد که شما به کسی خطاب کرده، صحبت کرده ایستاده که اشاره کرده ایستاده، موافق به همون کس دیگرگون شدنش ممکن است. مثال می شود که اگر یک کس را نگاه کرده گوید که آن یا که وی مرد است، گوید میگید که ذالک رجل. اگر شما به یک زن نگاه کرده، یعنی متوجه به زن باشد و درباره مرد گوید که آن مرد است، میگوید که ذالک رجل. این به رجل دخدار نیست. این کی؟ این که و کی و کما کنه، اینها فقط همون کسی را شما نگاه کرده به او صحبت کرده ایستاده درباره کسی دیگر، درباره نفر دیگر. خب، خلاصه در همین جا ذا اسم اشاره می باشد، لام با حرف کاف اینها دلالت به چی می کنند؟ دلالت به دوری می کنند.
یعنی همونی که شما اشاره میکنید در جای دور قرار دارد. خب کاف باشد این حرفی خطاب می باشد. ما گفتیم که حرفی خطاب مانند ضمیر دیگرگون شدن میگیرد، لیکن معنی ندارد، او را معنی داد کردن نمی شود. می شود که ذالک، ذالکی، ذالکما، ذالکم، ذالکن شدن میگیرد. اکنون مثال ها برای عالم: ذالک رجل، آن مرد است. ذالک مدرس، آن مدرس است. ذالک طالب، آن طالب است یا که دانشجوی است. مثال ها برای غیر عالم: ذالک نجم، آن ستاره است. ذالک بیت، آن خانه است. ذالک حصان، آن اسب است. هر چی که ما اشاره کردیم با این اسم اشاره همون المشار الیه میگون او را، یعنی همانی که با او اشاره کرده میشود، خواه عالم باشد و خواه غیر عالم باشد. مفرد یعنی تنها بوده است، مذکر مردانه بوده است، البعید در جای دور قرار دارد، العالم یا یعنی که چه العالم یعنی به تعبیر روسی گیریم اگر جاندار است و یا که غیری چه عالم یا که بی علم است. بین خیلی که رجلون، مدرسون، طالبون، اینها هر کدام مفرد و مذکر در جای دور قرار دارند و عالم می باشد. نجمون، بیتون، حصانون اینها باشند نیز مفرد و مذکر بعید در جای دور قرار دارند، فقط غیر عالم می باشند. بارک الله فیکم. من هذا و من ذلك، اکنون قیاس می کند برای اسم اشاره قریب و برای اسم اشاره بعید. اسم اشاره که دلالت به نزدیک می کند و اسم اشاره که دلالت به دور می کند. من هذا و من ذلك، این کیست و آن کیست، یا که کیست این و کیست آن. من هذا، این کیست. سؤال عن القریب العالم گفته است، یعنی این سوال آیدی، یعنی این پرسش آیدی یک نفری که یا که یک شخصی که و در جای نزدیک قرار دارد و عالم می باشد. مثلا من هذا، این کیست. هذا مدیر، مدیر این یک شخصی است که در جای نزدیک قرار دارد و عالم یعنی که ویم صاحب علم است. فهمیدید؟ بنابراین معناش چی میشود است؟ کیست این مدیر است. یک مثال دیگر: من هذا، این کیست. هذا امام، این امام است. مثالی دیگر، مثال ها برای یعنی که اکنون برای یعنی عاقل فقط یعنی عاقل گفته است، خطا گفته، این خطاگار اصلاح کردن کار. عالم اینها نیز برای یعنی که سوال آیدی همون کسی که در دور است و عالم صاحب علم باشد. فرق بین این مثال های طرف راست و چپ چی بوده است؟ سوال هایی که در طرف راست قرار دارند اینها برای همون شخصی که در نزدیک است و سوال های در طرف چپ بوده شخصی که در جای دور می باشد. من ذلك، آن کیست. سؤال عن البعید العالم گفته شده است. این سوال آید یک نفر چه در دور است و صاحب علم است. من ذلك، آن کیست. ذلك مدرس، آن مدرس است. من ذلك، آن کیست. ذلك طالب، آن
دانشجوی است. اکنون ما هذا و ما ذلك، در اینجا اکنون سوال فرق شده ایستاده است، یعنی این چیست و آن چیست. ما هذا سؤال عن القریب غیر العالم، یعنی وقتی که ما هذا گفتیم این سوال شده ایستاده است آیده یک چیزی که در نزدیک قرار دارد و چی می باشد؟ غیر عالم می باشد. مثلا ما هذا این چیز، هذا حجر این سنگ است، ما هذا این چیز، هذا حمار این خر است. یعنی که حیوان ها هم در قطار یعنی که بیجان ها داخل میشن، لیکن این برای من بیجان گفتن راست نمی آید، چی بی علم گفتن طوری میگیره، راست میگیرد. ما ذلك آن چیز سؤال عن البعید غیر العالم، این سؤال آیده همون چیزی که در دور قرار دارن و یعنی که عالم نمی باشد، یعنی که علمدار نمی باشد. ما ذلك آن چیز، ذلك لبن آن شیر است، ما ذلك ذلك قط آن گربه است، یا که پیشک است چی میگوین؟ نه. این است یعنی که درس دوم از کتاب شرح دروس که شرح کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها قسم يحكم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.